درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در بود. باز در رستوران نهاری خورده در پیش ایوان مهمانخانه نشستیم. ساکنان دیگر هتل بعد نهاری و مؤسسه های شهر به کار و بار خود برآمده می روند. فقط ما به کرسی های بافته نشسته پینک می رویم یا در هر 10-15 دقیقه با همدیگر یک دو کلمه رد و بدل می کنیم و خلاص. ملاها و امام ها که به این طرز زندگانی عادت کردند، ولی با کمینه این خیل استراحت مشقت آور اولین بار نصیب گردیده است. اسرافیل تمام صحت شد. غیر از حضرت نریمان دیگر همه اسب برین بردم و به قوتند. جین زند. اگر دشمنی داشته باشید و او را عذاب دادن خواهید، برای خواب و خوراکش شرایط مهیا کنید و نگذارید که با کسب و کار خود مشغول شود. به خیالم این یکی از جزاهای سخت‌ترین خواهد بود. خوش، چی حادثه؟ همسفران من از فایه مهمانخانه دست روزنامه برداشته می آیند. در تگی کاسه نیم کاسه بوده است. در شماره امروزه رسم دین گرفته صورتگیر چاپ شده است. افسوس که رسم خیلی خیره برآمده است، به درجه خیره که هر کس تنها طرح جسته خود را شناخته می تواند و بس. این هم به شرافت آن که آدم با طرح قامت خود به هر حال کم و بیش شناس است کو. به همینش هم شکر. در سودان مطبوعات ملی نو، مطبعه نو، صورتگیری و صورتسازی اکنون به مرامی معین در آمده ایستاده است. از روزنامه من هم برای یادگاری یک شماره خریدم. اسرافیل به حجره اش رفت. به چی کار مشغول شوم؟ کی تیارم شده باشد؟ عادتاً گذشتنی هر یک روز بی ثمر نباشد هم کس را تا اندازه غمگین می کند. دقیقه از پس دقیقه، ساعت از پس ساعت، روز از پس روز می گذرد. داد گویم هم می گذرد، وای گویم هم. گاه عقل کس از این گشتی بی بازگشت مات و مبهوت می شود. خیریه چیزهایی هستند که آدم را تسکین می دهند، وگرنه مرور زمان که آغاز و انتهای ندارد به نظر چیزی عادی نماید هم در اصل از چیزهایی تسلی آور نیست. یا من مبالغه می کنم؟ یا این فقط به نظر ما طبیبان همین طور می نماید که اکثرا با دردمندان سر و کار داریم؟ راست می گفتند که مرور زمان هم با خاطر جمع به ادراک می رسد. حاضر برای من گویا چرخ ساعت از حرکت مانده است. گویا هر ساعت از دقیقه نیو و هر دقیقه از ساعتهای دور و دراز ترکیب یافته است. در صحن پایان کشتی 3-4 نفر خدمتگاران مهمانخانه روی بوریای نشسته قرطبازی می کنند. سلام داده در پهلویشان مدت راست ایستادم. بازیشان برایم ناشناس بود. چیزی نفهمیدم. یکی از آنها چلیمی نیزدار آورده تماکو انداخت، آتش داد و 2-3 قلاب کشیده. بعد پاک نمودن نوک نیش با دامن قبا چلیم را به من دراز کرد.
برای آنکه مبادا از چلیم ما حذر میکند گفته فکر نکند، یک قلاب کشیدم، ولی دود تیزی تماکوی ارزان سینه ام را سوزانید. با چشمان پر آب چلیم را به صاحبش برگرداندم. از صحن پایان به بالا زینه پایه تنگی میبرد که دست داره که میسین دارد. من اکنون و پا خوطه یکم قدم گذاشتنی بودم که کسی از بالا خطاب کرد. دکتر نبرایید. در بالا مولا عبدالرازق جان اکا می ایستاد و با لونج‌های دنگ دهان می جنبانید. کدام وقتی که این شخص را نبینید همیشه دهانش می جنبد. هیچ نباشد در لونجش آبک دهان هست که مکیده می گردد. دمی توقف کردم تا که دهان او خالی شود. ملا شده بنیان در دست، با دست دیگر یکی از آنها را پوست کرده به دهانش می تکاند. چی می گوید؟ الها برکه یابید. کلید حجره مرا آورده دهید. در دست الله نظر قاری مانده است. الله نظر در کجاست؟ آنجا پیش مهمان خانه نشسته است. هیچ به شعورم نمی رسد که چرا مولا عبدالرازق جان اکا آوردن کلید حجرهش را به من می فرماید. به خیالم نمی رسید که اون مرا دستیاری عادی خود بر این کار می فرموده است و بس. بالا برآمدم، در رو بر رویش قرار گرفتم. ریش و موی سیب سیاه غولیش به آردک بنیان آلوده بود. چشمانش از قناعت یافتن نفس و لذت میوه مسرورانه میلتاس میزدند. حاضر خودتان از همانجا آمدید کو؟ فراموش کردم. حس کردم که دل در سینه‌ام بلرزه در آمد. یک طایفه آدمان هستند که اگر با ایشان معامله نرم کنید، احترام کنید، خلاصه می برارند که شما را پالان زده سوار شوند هم اطاعت می کنید. کاش که او اقلا در سن و سال از من کلانتر می شد، یا ناتاب می بود، یا با کاری ضرور بند می شد که فرمایشش اساسی پیدا می کرد. برویش بریش و مویلبی آردکالود به لبان شیر آلودش پیسخندآمیز نگاه کرده ایستادم را دیده مردک تلبه شد. شده بنیان را به کیسه خلطه آساوسی یک تی سفیدش جا کرد، لب و لنج خود را با دست رومال پاک کرد و گفت اگر بیملال باشد یا دکتر جان. از کاری خود اندک اندک پشیمان شده ایستادن مولا عبدالرازق جان را پی برده خنده ام گرفت. به خودم خنده ام می آمد که چند لحظه قبل از این از کردار همین شخص قریب که آتشین شوم. مگر می ارزد ایزار دیروز خریده اتان را پوشیدید؟ پوشیدم خنده آمیز. ها؟ چرا نپوشم؟ پوشید، نصیب کند، لیکن شتاب کرده اید. از پیشش گذشته با راه رو به سوی حجره خود روان شدم. به در حجره رسیده به پس نگاه کردم که هنوز با دهان یله به سوی من نگاه کرده ایستاده است. در حضور قاری اکا همه اشان خود را فرشته می تراشند. با سری خم با قیافه زاهدانه به سخن همدیگر گوش می دهند. هنگام راه رفتن مقام همدیگر را موافق سن و سال و مرتبه رعایت می کنند. سردار خود را دور بینند. در کوچه کلان بینی می کاوند. در سر دسترخوان دیگچه طعام را قریب که از دست یکدیگر چنگ زده بگیرند. در حجره غرق خیالات گران می نشستم که خبر آمد احرام بندید، طیاره منتظر است. همه به چیزغنداره شستشوی کنی در آمدن. من هم از دوش برآمده با کمک اسرافیل احرام بستم، لیکن دامن یوبکه من گاه از حد بیرون تنگ می شد و به قدم گذاری خلل می رسانید، گاه وسیع می شد و یگان جای پایم نمودار می گشت که این هم خلاف شریعت بود.
نهایت چمدان و سمکه ها را برداشته با عذاب با یوبکه قدم های اولین را مانده به سر کوچه برآمدم. بعضی از آدمان محلی ما را احرام در بر دیده کیمچی ها گفته تبریک می کردن. برابری در اتوبوس جایگیر شدن حاجی عبدالخلیل اکا فریاد کشید: لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، ما شریک لک لبیک، ما شریک لک لبیک. مردم این کلمات را نیم ساعت این جانب زیر لب با آواز پست تکرار می کردند. اکنون همه به فریاد کشیدن آغاز کردند: این الحمد و النعمت و الملک. تا آواز داشت بانگ میزد حاجی عبدالخلیل. او چنان از ته دل فریاد میکشید که گویا سفر من بعد ما آینده و استقبال خودش و همه ما محض به قوت آواز او وابسته باشد. لا شریک لک برابر داد میگفت اهل اتوبوس و از این نعره بام و دیوار آهنینی اتومبیل جرنگاس میزد. میدان پیش ایرپورت از مرد و زنی سرلوچ و احرام بتن پر بود. در بین انبوه حاجیان فقط یگان خادمان پلیس یا خدمتچیان ایرپورت به نظر می رسیدند که با مشقت به خود راه گشاده می گشتند. ما از اتوبوس فرامده در آفتاب مینه‌سوز حیران می ایستادیم. خیریت کارکنان سفارت و کنسولخانه امان پیدا شدند و با مدد ماموران ایرپورت به ما از میان ازدحام راه گشادند. هنگامی که از یک زل کلان می گذشتیم تقریبا 300 نفر زنان سودانی که آنجا می نشستند و تبریک ما برابر دهان گشادند. تبریک آنها برای کمینه چنان غیر عادی و ناگهانی بود که لحظه اول در جایم شق شده ماندم. همه زنها برابر با آواز باریک و جرنگاسی خود قیقراسی گوشکر کننده کشیده با کف دست به دهان خود می زدند. در نتیجه صدای فاصله داری وهم‌انگیزی حاصل می شد که از افتکار به بانگی خطر نخستین قبیله های آدمان ابتدایی شباهت داشت. چمدانها را به عربچه ها بار کرده بیرون برآوردند. نیم ساعت 1 ساعت گذشت ولی به سوار شدن هنوز اشاره نبود. پس از 2 ساعت گفتند که طیاره نیست و امروز نیز نمی شود. طیاره عربستان سعودی که می بایست ما را سوار می کرد دیگران را سوار کرده به جده مبارک رفته است. از گفت و شنید اطرافیان همین قدر فهمیدم که سفر آن روزه ما طعمه کدام یک نیرنگ شده است. با اتوبوس دیگر مایوس و خاموش به حجره های خود برگشتیم. اکنون به عباره حبس اختیاری خانگی سر شد. بعدی با نیت حج بستنی احرام آن را کشادن ممنوع بوده است. اگر کسی با ضرورت فوق العاده مجبور به کشادن شود در عرفه عید قربان با کفاره گناه کمش 1 گوسفند علاوگی قربانی میکرده است. حاجی عبدالخلیل اکا احرامش را کشاده به همه اعلان کرد که روز عرفه انشاءالله 1 گوسفند برداقی کشته گناه خود را خواهد شست. احرام کشادن او در واقع ضرور بود، زیرا وی خزینه‌بان است و از نام ما با مأموریت مهمانخانه، ایرپورت و غیره معاملات پولی دارد. باید همراه سردار در شهر گردد. خوراک نصف روزی را به صحن کشتی آوردند. به فرش تختگین دسترخوان گسترده در اطراف آن
از مترس‌های بکار خوابیده جایگاهی نرمی ساختیم و دو زانو نشستیم. با احرام یوبکه شکل دیگر خیلی نشستن هم ممکن نبود. پس از طعام صحبت علمی سر شد. کلان سالان و جوانان از فرض و سنت مراسم حج نقل می کردند. تا دمی که حاجی در تن احرام دارد نباید کسی را رنجاند و کسی از بینی بالا گپ زند، حتی مگس یا کیک را کشتن، گیاه حتی برگ درخت را هم کندن قطعاً ممنوع می باشد. با احتیاط نشست و خیز، خفت و خواب کردن نیز از شرطهای مهمترین است تا که از ناف تا زانوی حاجی همیشه پوشیده باشد. قبلا باید اعتراف کرد تا دمی که احرام در تنم بود، غیر از شرط آخرین دیگر همه شرایط را دقیقانه بجا آورده توانستم، چون که با آن همه احتیاطکاری و کوششی که به کار بردم کاملا از بر کردن صنعت یوبکه پوشی کمینه را میسر نگردید. از اسرافیل پرسیدم تاریخ رسم شدن احرام بندی را میدانی؟ پیغمبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند. میدانی؟ گفت او. بیچاره خادم دین شده ایستاده همین را نمیداند. احرام پوشی 1000 سال پیش از پیغمبر رسم شده بود. هنوز وقتهای رسم شده بود که زمین و چراگاه های نیم جزیره عربستان مال جمعیت، یعنی مال قبیله و اولادها بود و هر کسی که از قبیله دیگر می آمد وادار بود که لباس مخصوص احرام بندد و به این واسطه معلوم نماید که او مسافر است و به خدای این قبیله سر تعظیم فرود می آورد. آره، احرام فقط لباس مسافر یا مهمان بود و باز برای آن لازم بود که شخص احرام پوش در زمین یا چراگاه بیگانه صید شکار نکند، درخت را نافتاند و پالیز به اجازت داخل نشود و غیره و هاکذا. واقعاً چرا من ملا اسرافیل را طعنه می کنم؟ کیها معلوم است که اگر از تاریخ دین و مراسم های دینی کسی کمتر از همه آگاه باشد، پس آن هم فقط خادم دین است که از کتاب های علمی تاریخ چون بارود از آتش حذر می کند. و ملا اسرافیل عقیده به گفت او مخالف را بیان کردن هم نمی شود. یک رو است، می رنجد. حالا کسی را آزار دادن من است. پولی بیهوده ندارم که سخن حق را گفته به عوض هر یک جمله آن یکتایی گوسفند جریمه دهم. به همدم و ندیم ماندن روزی سخت بوده است، اما در عالم معمایی نیست که علاجی حلش یافت نشود. پری روز بعد آن که الله نظر قاری به من سرودخوانی را من کرده رفت، با اسکندر صحبت کردم. بله، غایبانه باشد هم صحبت کردم. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 11. درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف
باز در رستوران نهاری خورده در پیش ایوان مهمانخانه نشستیم. ساکنان دیگری هتل بعد نهاری و مؤسسه های شهر به کار و بار خود برآمده می روند. فقط ما به کرسی های بافته نشسته پینک می رویم یا در هر 10-15 دقیقه با همدیگر یک دو کلمه رعد و بدل می کنیم و خلاص. ملاها و امام ها که به این طرز زندگانی عادت کردند، ولی با کمینه این خیل استراحت مشقت آور اولین بار نصیب گردیده است. اسرافیل تمام صحت شد. غیر از حضرت نریمان دیگر همه اسب برین بردم و به قوتند. جین زند. اگر دشمنی داشته باشید و او را عذاب دادن خواهید، برای خواب و خوراکش شرایط مهیا کنید و نگذارید که با کسب و کار خود مشغول شود. به خیالم این یکی از جزاهای سخت‌ترین خواهد بود. خوش، چی حادثه؟ همسفران من از فایه مهمانخانه دست روزنامه برداشته می آیند. در تگی کاسه نیم کاسه بوده است. در شماره امروزه رسم دین گرفته صورتگیر چاپ شده است. افسوس که رسم خیلی خیره برآمده است، به درجه خیره که هر کس تنها طرح جثه خود را شناخته می تواند و بس. این هم به شرافت آن که آدم با طرح قامت خود به هر حال کم و بیش شناس است کو. به همینش هم شکر. در سودان مطبوعات ملی نو، مطبعه نو، صورتگیری و صورتسازی اکنون به مرامی معین در آمده ایستاده است. از روزنامه من هم برای یادگاری یک شماره خریدم. اسرافیل به حجره اش رفت. به چی کار مشغول شوم؟ کی تیارم شده باشد؟ عادتاً گذشتنی هر یک روز بی ثمر نباشد هم کس را تا اندازه غمگین می کند. دقیقه از پس دقیقه، ساعت از پس ساعت، روز از پس روز می گذرد. داد گویم هم می گذرد، وای گویم هم. گاه عقل کس از این گشتی بی بازگشت مات و مبهوت می شود. خیریه چیزهایی هستند که آدم را تسکین می دهند، وگرنه مرور زمان که آغاز و انتهای ندارد به نظر چیزی عادی نماید هم در اصل از چیزهایی تسلی آور نیست. یا من مبالغه می کنم؟ یا این فقط به نظر ما طبیبان همین طور می نماید که اکثرا با دردمندان سر و کار داریم؟ راست می گفتند که مرور زمان هم با خاطر جمع به ادراک می رسد. حاضر برای من گویا چرخ ساعت از حرکت مانده است. گویا هر ساعت از دقیقه نیو و هر دقیقه از ساعتهای درو دراز ترکیب یافته است. در صحن پایان کشتی 3-4 نفر خدمتگاران مهمانخانه روی بوریای نشسته قرطبازی می کنند. سلام داده در پهلویشان مدت راست ایستادم. بازیشان برایم ناشناس بود. چیزی نفهمیدم. یکی از آنها چلیمی نیزدار آورده تماکو انداخت، آتش داد و 2-3 قلاب کشیده بعد پاک نمودن نوک نیش با دامن قبا چلیم را به من دراز کرد. برای آنکه مبادا از چلیم ما حذر می کند گفته فکر نکند، یک قلاب کشیدم، ولی دود تیزی تماکوی ارزان سینه ام را سوزانید. با چشمان پر آب چلیم را به صاحبش برگرداندم. از صحن پایان به بالا زینه پایه تنگی می برد که دست داره که میسین دارد. من اکنون و پا خوطه یکم قدم گذاشتنی بودم که کسی از بالا خطاب کرد. دکتر نبرایید. در بالا مولا عبدالرازق جان اکا می ایستاد و با لونج‌های دنگ دهان می جنبانید. کدام وقتی که این شخص را نبینید همیشه دهانش می جنبد. هیچ نباشد در لونجش آبک دهان هست که مکیده می گردد. دمی توقف کردم تا که دهان او خالی شود.
ملا شده بنیان در دست با دست دیگر یکی از آنها را پوست کرده به دهانش می‌تکاند. چه میگویید؟ الها برکه یابید. کلید حجره مرا آورده دهید. در دستی الله نظر قاری مانده است. الله نظر در کجاست؟ آنجا پیش مهمانخانه نشسته است. هیچ به شعورم نمی رسد که چرا ملا عبدالرازق جان اکه آوردن کلید حجرهش را به من می فرماید. به خیالم نمی رسید که اون مرا دستیاری عادی خود بر این کار می فرموده است و بس. بالا برآمدم. در رو برویش قرار گرفتم. ریش و موی سیب سیاه غولیش به آردک بنیان آلوده بود. چشمانش از قناعت یافتن نفس و لذت میوه مسرورانه میلتاس میزدند. حاضر خودتان از همانجا آمدید کو؟ فراموش کردم. حس کردم که دل در سینه‌ام به لرزه در آمد. یک طایفه آدمان هستند که اگر با ایشان معامله نرم کنید، احترام کنید، خلاصه میبرارند که شما را پالان زده سوار شوند هم اطاعت میکنید. کاش که او اقلا در سن و سال از من کلانتر میشد، یا ناتاب میبود، یا با کاری ضرور بند میشد که فرمایشش اساسی پیدا میکرد. برویش بریش و مویلبی اردکالود به لبان شیر آلودش پیسخندآمیز نگاه کرده ایستادم را دیده مردک تلبه شد. شده بنیان را به کیسه خلط آساوسی یک ته سفیدش جا کرد. لب و لنج خود را با دسترومال پاک کرد و گفت اگر بیملال باشد یا دکتر جان. از کاری خود اندک اندک پشیمان شده ایستادن ملا عبدالرازق جان را پی برده خنده ام گرفت. به خودم خنده ام می آمد که چند لحظه قبل از این از کردار همین شخص قریب که آتشین شوم. مگر می ارزد ایزار دیروز خریده اتان را پوشیدید؟ پرسیدم خنده آمیز. ها؟ چرا نپوشم؟ پوشید، نصیب کند، لیکن شتاب